قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون انما يتذكر اولو الالباب. بگو آیا کسانی که می‌دانند و کسانی که نمی‌دانند برابرند؟ همانا تنها خردمندان پند می‌پذیرند. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب رب العالمين سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قبل از هر چیز عرض سلام و ادب دارم خدمت یکایک برادران و خواهران محترم. امیدوارم که خداوند طاعات و عبادات ما را به درگاه خود قبول بفرماید. دهه اول ماه مبارک رمضان، ماه نزول قرآن رو پشت سر گذاشتیم و وارد دهه دوم این ماه مبارک شدیم. ماه مبارک رمضان ماه نزول قرآن است، به این معنا که آغاز نزول وحی در این ماه اتفاق افتاد و بعد از اون هر سال در ماه مبارک رمضان جبرائیل امین نازل می شد و با رسول الله صلی الله علیه و سلم قرآن را مدارسه می کرد. قرآن را با همدیگر دوره می کردند تا اینکه در سال آخر عمر مبارک رسول الله صلی الله علیه و سلم دوبار این مدارسه قرآن اتفاق افتاد. در قصه بدء الوحی یا آغاز وحی که امام بخاری از حضرت عایشه رضی الله عنها روایت می فرماید، قصه آغاز وحی چنین بیان شده است: اولین نشانه های نبوت و پیامبری رسول اکرم صلی الله علیه و سلم با خوابهای صادق شروع شد. در ابتدا قبل از اینکه قرآن بر رسول الله صلی الله علیه و سلم نازل بشه، پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم خوابهایی میدید که صبح همون خوابها اتفاق می افتاد، یا مثل فلق صبح این خوابها راست اتفاق می افتاد، کج نمی رفت، خلاف اون خوابها رخ نمی داد. و بعد از مدتی به نزد رسول الله صلی الله علیه و سلم خلوت کردن محبوب شد. پیامبر دوست داشت که با خودش خلوت بکنه و به همین خاطر شبهایی را در غار حرا میگذراند. توشه بر می داشت برای چند شب. در یکی از شبهای ماه مبارک رمضان که رسول الله صلی الله علیه و سلم در غار حرا مشغول به خلوت و فکر بود، ناگهان فرشته وحی جبرائیل بر او نازل شد و او را دستور داد که ای محمد بخوان، اقرأ. رسول الله صلی الله علیه و سلم که تعجب کرده بود جواب داد: ما انا بقارئ، من خواندن بلد نیستم. فرشته او را گرفت، در پلاسی یا در لحافی او را پیچاند، او را غلطاند، دوباره بهش گفت که اقرأ. پیامبر همون جواب داد: ما انا بقارئ. 3 بار این حادثه تکرار شد تا اینکه در بار آخر جبرائیل اعلام کرد، وحی کرد بر پیامبر: اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم. و به این صورت اولین آیات قرآن بر رسول خدا صلی الله علیه و سلم نازل شد. سعی میکنیم که در این جلسه مختصر نگاهی گذرا و کوتاه داشته باشیم بر مفهوم اولین سوره قرآن، اولین آیات قرآن که سوره اقرا باشه،
و افضل و اعظم آیات قرآن که آیت الکرسی باشه. در سوره اقرا که اولین پیام آسمان به زمین بود بعد از مدتی انقطاع وحی، خداوند متعال در شروع این سوره انسان را امر می کند به ذکر و یاد خدا، که انسان همیشه در فکر خدا باشد، خالق خود را فراموش نکند، معلم خود را فراموش نکند. اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ و ربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم. اما نکته‌ای که در این سوره برش تأکید شده این است که انسان راه طغیان و سرکشی در پیش میگیرد. انسان طاغی می شود، از حد خود تجاوز می کند. و این کی رخ میده؟ وقتی که انسان خدا را یاد نکرد، خدا را ذکر نکرد و فکر کرد که خودش از همه چیز و همه کس بی نیاز هست. کلا ان الانسان لیطغی ان رآه استغنا. بزرگترین مشکل انسان همین است، احساس غنا یا احساس استغنا. انسان موجودی است که هیچ وقت کاملا غنی و بی‌نیاز نمی شود. و قرآن هم به این صورت مطرح فرموده ان رآه استغنا، خودش را بی‌نیاز می بیند که در واقع بی‌نیاز نیست. وقتی که انسان خود را بی‌نیاز دید، سر به طغیان می گذارد، هم در مقابل خدا هم در مقابل خلق خدا طغیان می کند، سرکشی می کند، از حدود تجاوز می کند، حقوق را رعایت نمی کند. چون وقتی که انسان فکر کرد، خیال کرد، گمان کرد که دیگه به هیچ احدی نیاز ندارد، هر کاری که دلش خواست انجام می دهد. حالا چه خدا باشه طرفش، چه خلق خدا باشه، چه انسان باشه چه غیر انسان باشه، میگه هر کاری میخوام انجام میدم، من نیاز به هیچ کس هم ندارم، هیچ کس هم نمیتونه به من ضرر برسونه. پس سوره اقرا بر این تأکید میکند که اقرأ بسم ربک الذی خلق، خالق خود را فراموش نکن، کسی که به تو وجود بخشید، به تو توان و قدرت. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. بگو آیا کسانی که میدانند و کسانی که نمیدانند برابرند؟ همانا تنها خردمندان پند میپذیرند.